برای ساختن اسکرین یا هم اسکرین موبایل به این شکل و به این اشکال، اگر میخوایی که اسکرین موبایل ده به این شکل جور کنی، طریقش بسیار آسان است. میری در گودلاک باز کردی، میای در چی؟ در هوم اپ، در هوم اسکرین. در هوم اسکرین که آمده اینجا یعنی گزینه را فعال میکنی. این گزینه را که فعال کردی پس میبروی از اینجا میای در صفحه در هوم اسکرین که آمدی دیهوم میکنی فعال. وقتی که دیهوم فعال کردی اینجا برای تو هر اختیارات برای سامسونگ میده که هر تغییراتی که تو میاری اجازه داری. مثلا ساعت است انتخاب میکنی، سایزش کلان میکنی و مسیرش میچرخانی. مثلا واتساپ است، واتساپ میخوای کلان کنی، میخوای که ایرا به هر جای انتقال بیتی. مثلا این ساعت است، میخوای که ایرا چه کنی کلان کنی انتقال بیتی. هر قسم تغییراتی که تو بخوای میتونی که اعمال کنی در روی صفحه.